کوبیده تابعی مرغ. این کوبیده بسیار لطیف، آبدار و خوش‌طعمه. برای اینکه یک کوبیده مرغ لطیف و آبدار داشته باشین، اولین چیزی که باید رعایت کنین اینه که حتما هم از سینه و هم از ران مرغ استفاده بشه. سینه تنها یه مقداری خشک میشه و همینطور با حرارت خیلی کم باید بپزه. آب پیاز هم نباید گرفته بشه. یک کیلو مرغ چرخ شده که تشکیل شده از ران مرغ و سینه مرغ. من از 2 تا سینه مرغ و 2 عدد ران مرغ استفاده کردم. 5 عدد هویج کوچیک رو خوردش میکنم تا جایی که میتونین خورد کنین. رنده هم میتونین بکنین، ولی من برای این کوبیده رنده نکردم و خوردش کردم. رنده یه مقداری شیرین وشش میکنه. آب شیرین هویج یه مقداری کوبیده رو شیرین وش میکنه، اما اینجوری نه. تمام هویج رو به این شکل خوردش کنین و بعد روی مرغ چرخ شده بریزین. دو دونه پیاز نسبتاً بزرگ رو هم خورد میکنم. اینم رنده نمی کنم، خورد میکنم. رنده هم بکنین خوبه و حسابی آب میندازه، اما چون هویج رو رنده نکردم اینو هم رنده نمی کنم، اما تا میشه خوردش کنین. پیاز رو هم به بقیه مواد توی کاسه اضافه میکنم. حالا یه مقدار مزه دارش میکنم. به میزان لازم نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و پودر زنجبیل اضافه میکنم. ادویه هایی که تو اکثر خونه های ایرانی موجوده ایناست و من از اینها استفاده کردم. یه مقدار هم سیر خورد شده اضافه میکنم. حدود 2 الی 3 حبه سیر خورد شده و بعد کامل همه رو با هم مخلوط میکنم. خوب چنگ بزنین تا صاف و یک دست بشه. از هر نوع تابعی میتونین استفاده کنین. حتی میتونین اینو توی فر بذارین، اما من میخوام تابعی درست کنم. تو تابه حدود 1 الی 2 قاشق روغن یا کره بریزین. بعد کامل کف اونو چربش میکنم و مایه کوبیده آماده شده رو توی تابه میذارم. چون مقدار مایه کوبیدمون زیاده، قطر کوبیدمون زیاد میشه و خیلی هم عالی میشه. اصلاً جمع نمیشه. اگر قطر کوبیدتون یک مقداری کم باشه، مقدار کمی رو توی تابه بزرگ بریزین، بعد یه مقداری خودش رو جمع میکنه و کوچیکتر میشن.
باید حرارت بازم بگم کاملا کم باشه تا کامل بپزه. اگر حرارت زیاد باشه آب کوبیده سریع خشک میشه و داخل کوبیده خام میمونه و حالت خشک داره کوبیدتون. باید حتما با حرارت کم بپزین. خب بعد از اینکه کامل صاف و یک دستش کردم، من از ته یک کارد استفاده میکنم. اونو تقسیم بندیش میکنم. تو هر سایزی که بخواین و دوست داشته باشین میتونین برش بزنین. من چند تا کوبیده مرغ دیگه هم روی کانال دارم که اونها هم خیلی خوب در میاد. خب در تابه رو میذارم و اونو روی حرارت میذارم. از اول با حرارت کاملا کم. بذارین خوب بپزه. کامل بپزه، رنگ گوشت عوض بشه و بعد اونا رو برگردونین. ببینین الان اولین باره که من میخوام برشون گردونم رنگ مرغمون کاملا برگشته، سفید شده. حالا برمیگردونمشون. حتما نباید کامل سرخ شده باشه یه طرفش که برگردونین. اینو میتونین هر 2-3 دقیقه یه بار برگردونین تا حسابی هر دو طرف تفت بخوره. و این هم کوبیده مرغ آمادمون. چون لطیف و آبداره هم میتونین با نون نوش جانش کنین و هم اینکه با پلو. دوستان عزیز جاتون خالی. خدا نگهدار همتون.